یه موضوعی که ذهن خیلیا رو شاید درگیر کرده باشه و خیلی ذهن منو درگیر کرده بود تو این چند ماه، این که ما چرا باید بریم داستانایی رو بخونیم که اصلا اتفاق نیفتاده، واقعیت نداره. بهش میگن داستانای اساطیری، مثل شاهنامه، مثل تذکرة الاولیاء عطار، مثل هری پاتر که اصلا واقعا ترکونده. چرا ما باید اینا رو بخونیم؟ اینا چه فایده ای داره برای ما که بدونیم که اتفاقی هم نیفتاده؟ اینا همش رویای یه نویسنده ای بوده، حالا خیلی هم طرفدار پیدا کرده. علاقه‌مندا میتونن برن بخونن، اونایی که علاقه ندارن نمیرن بخونن، میرن چیزایی که اتفاق افتاده رو میخونن، یا حداقل یه چیزی میخونن، یه داستانی میخونن، داستان مانندی میخونن. مثلا نمیرن کتابای مجموعه‌ای مثلا هری پاتر رو بخونن که حالا چند تا داستان شاملش میشه و اصلا خیلی مفصل. حالا تو ذهنم میگشت. امروز صبح نشستم برنامه اکنون آقای سروش صحت رو دیدم، اون قسمتی که آقای هوشنگ مرادی کرمانی رو دعوت کردم برنامه و صحبتاشون تموم شد. دیدم، لذت بردم، استفاده بردم و گذشت اومد بخش آقای دکتر کاکاوند که خیلی هم به شعر گفتنشون و واقعا زبان بسیار شیرینی برای شعر گفتن و صحبت کردنشون دارن و خیلی به دل من میشینه. نشستم دیدم و خیلی هم جالب بود. حالا وارد بحثش نمیشیم. حالا این چیزی که من میخوام بگم چیه؟ آقای سروش صحت پرسیدن که آقای کاکاوند چرا ما باید داستان اساطیری رو بخونیم؟ گفتم ایول، چه سوالی کرد آقای صحت. حالا یه چیزی هم گفتن که الان من حالا بعداً بهش میپردازم بعد صحبت آقای کاکاوند در جواب آقای صحت. آقای کاکاوند گفتن که ما میخوایم یه منظوری رو بفهمیم، یه حکمتی رو بفهمیم، نمیخوایم بریم تو دل داستان که آیا واقعیت داره، آیا کذبه، آیا دروغه، آیا راسته، آیا اتفاق افتاده. اینا وقتی ما داستان اساطیری، داستان غیر واقعی، داستان تخیلی میخونیم، اینا رو باید بریزیم دور. چیزی که ما باید بفهمیم و چیزی که هدف اون نویسنده بوده، هدف عطار بوده، هدف فردوسی بوده، هدف نویسنده کتاب هری پاتر بوده، اینه که ما یه منظوری رو بفهمیم، یه حکمتی رو بفهمیم که تو زندگیمون به کار میره. مثلا وصیت‌نامه اسکندر رو خود آقای سروش صحت گفتن، یه بخشیشو که اسکندر گفته موقعی که مردم دستم از تابوت بذارید بیرون، که حالا نقطه بذاریم اینجاش. موقعی که اسکندر داشته میمرده، حالا کار نداریم که آیا واقعیت، آیا افسانه است این وصیت‌نامه اسکندر، که فکر کنم بیشترش افسانه است، بیشتر وصیت‌نامه اینطوری اسکندر که الان براتون توضیح میدم و احتمالاً هم به گوشتون خورده باشه، بیشترش افسانه است و غیر واقعیه. ولی حالا بیایم ببینیم چی گفته اسکندر، چی گفتن از زبون اسکندر، بهتره که بگیم چی گفتن از زبون اسکندر. وقتی اسکندر داشته میمرده توی شهر بابل هم بوده. گفتن که اسکندر گفته فرماندهانش رو بیان که وصیت کنه پیش فرمانده هاش. گفته که وقتی من دارم میمیرم بگید که پزشکانم تابوت منو بگیرن، که پزشکان موقع مرگ هیچ کاری نمیتونن بکنن. وقتی مرگ آدم فرا برسه هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، حتی پزشکان درجه 1 و عالی.
وقت توی راه قبرستون طلا و نقره‌ای که من اندوخته بودم تو این همه فتوحاتم، ایران و مصر و این ور اون ور شرق هر جا، اینا رو بریزید که من هیچ کدوم از این طلا و نقره رو نبردم با خودم و آخرش هم دستمو بیرون بذارید که جز یه جسم وارد قبر نمیشه با من، جسمم فقط وارد قبرم میشه و ما فقط در آخر، اول صاحب جسممون بودیم، آخرم صاحب جسممونیم، صاحبش نیستیم. تنها چیزی که اول و آخر خلقمون داریم و بهش میایم و ازش میریم جسممونه. نه پول میبریم، نه سرزمینایی که گرفتیم و میبریم اما اسکندر، نه چیز دیگه. اصلا این داستان هم دروغ باشه و غیر واقعی باشه، ولی ما یه چیزی رو دریافت میکنیم، یه چیزی رو میفهمیم که شاید خیلی از کسایی که موقع مرگ بودن، شاید اصلا اسکندر نمیتونست حرف بزنه موقع مرگش، موقعی که حالش بد شده دیگه اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولی کسی که اومده اینو گفته خیلی ذهن خلاق و درجه یکی داشته و ما میتونیم الهام بگیریم ازش که واقعا تو این دنیا میتونیم به دست بیاریم، خوشحال باشیم، کمک کنیم، زندگی کنیم، شاد باشیم، ولی تنها چیزی که باهاش میریم اون کاریه که کردیم، اون اثریه که گذاشتیم و تنها چیزی که باقی میمونه اون اثریه که گذاشتیم، بقیهش همه میمونه برای دیگران، حالا خانواده است، نمیدونم دوستان، آشنایان، هر چی. ولی وقتی ما میمیریم دیگه فقط اون اثری که اون مدت زندگانیمون گذاشتیم میمونه، نه اون کاری که به دست آوردیم که مادی بوده، معنویاش میمونه. میخواستم اینو بهتون بگم و استفاده کنید، امیدوارم که استفاده کرده باشید و حتما شما بیشتر از من میدونید. اگه راهنمایی، اگه مطلب جدیدی هست خواهش میکنم تو کامنت ها بذارید. درسته داستانهای اساطیری و قصه هایی که واقعیت نداره به ما الهام میده، الهام بخش میده، ولی چیزی که هست اینه که ما نباید توی رویا زندگی کنیم. رویا بافتن قشنگه ولی در رویا زندگی کردن قشنگ نیست. آدمو از اهدافی که داره دور میکنه اگه آدم تو رویا زندگی کنه، اگه آدم توی فضایی غیر واقعیت زندگی کنه. چون وقتی ما یه چیزی رو توی رویا میبینیم و خیلی قشنگه، سعی میکنیم همه جور خودمون رو بهش برسونیم. اگر تو واقعیت نشه یا اگه سالهای زیادی داشته باشیم تا اون هی بهش فکر کنیم، هی هیچ کاری هم نتونیم بکنیم، آدم رو اذیت میکنه. پس الهام بخشن اینا، نه الهام بخشن داستانا، نه اینکه واقعا بخوایم مثل داستانا عمل کنیم. حتی چیزایی که واقعیت اتفاق افتاده شاید دیگه امکانش وجود نداشته باشه اون کار. لطف میکنید اگه سابسکرایب کنید چنلمو و لایک ویدیو فراموشتون نشه. ویدیوهای زیادی داریم، میتونید برید ببینید و استفاده کنید و خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که مفید بوده باشه صحبتام براتون. ببخشید سرتون رو تو این چند دقیقه درد آوردم. امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدید.